سلام. به مدیتیشن ذهن آگاهی اپلیکیشن مدیتیشن آرامیا خوش اومدید. برای ذهن آگاهی بیشتر شما رو به شنیدن این مدیتیشن دعوت میکنم. زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراه شما. در جلسه اول یک مدیتیشن تنفسی برای تمرکز ذهن انجام خواهیم داد. قبل از هر چیز جای آرامی پیدا کنید که کسی مزاحمتون نشه. با پشت صاف روی صندلی یا مبل بنشینید. در حالتی قرار بگیرید که کاملا راحت باشید. چشماتون رو ببندید. حالا دستاتون رو در وضعیت راحتی روی زانو یا پاهاتون بگذارید. نیمتنه بالا رو صاف نگه دارید، مثل یک کوه استوار. قفسه سینه هم در وضعیت راحتی باشه. خوبه. در تمام این مراحل لبخند کوچیکی هم گوشه لبتون بنشونید. حالا توجهتون رو به نوک زبونتون معطوف کنید و اجازه بدید در حالت راحت و رهایی باشه. بگذارید بدنتون آروم بگیره و آروم نفس بکشید. همینطور که اجازه میدید بدنتون آروم بشه، از نفسهاتون آگاه باشید. هم نفسهایی که به درون فرو میبرید و هم نفسهایی که بیرون میدید. هنگام دم و بازدم به بالا رفتن و پایین اومدن شکمتون توجه کنید. اگر براتون راحت تره که روی ورود نفس به بینی و دیافراگم تمرکز کنید، همین کارو بکنید. توجه کنید در کدوم قسمت ورود و خروج نفس رو قوی تر احساس می کنید و میتونید اون رو دنبال کنید. ریتم تنفستون رو طبیعی نگه دارید و اصلا سعی نکنید اون رو تغییر بدید. فقط از تنفستون آگاه باشید. همین کافیه. اگر احساس میکنید برای آروم کردن ذهنتون نیاز به کمک دارید، میتونید شمردن رو امتحان کنید. 1 دم، 2 بازدم، 1 دم، 2 بازدم. حالا به همین ترتیب به نفس کشیدن ادامه بدید. شما رو 1 دقیقه تنها میگذارم.
به تنفستون توجه کنید بدون اینکه منتظر چیزی باشید. اجازه بدید خودش راهنماتون باشه. حین تمرین متوجه خواهید شد که ذهنتون گاه و بیگاه درگیر نگرانی ها، آشفتگی ها، ایده ها یا افکاری درباره گذشته و آینده میشه. هر وقت متوجه شدید حواستون از دنبال کردن تنفس پرت شده، بدون هیچ قضاوتی آروم تمرکز خودتون رو به نفس کشیدن برگردونید. بگذارید افکار بیان و برن، درست مثل ابرهایی که در آسمون میان و میرن. فقط توجهتون رو به نفس کشیدن برگردونید، دوباره و چند باره، دم و بازدم. معمولاً اوایل کار یک جا آرام نشستن و توجه به تنفس دشواره. از گفتگوهای مداوم درونی آگاه باشید، کاملاً طبیعیه. همین که برای تمرین مدیتیشن میشینید همه جور فکر سراغتون میاد. حتی شاید احساس کلافگی کنید یا هیجان زده بشید یا حتی احساس آرامش کنید یا دردی رو حس کنید. شاید حتی با خودتون بگید اینها چه فایده‌ای داره. نگران نباشید. ذهن عاشق اینه که مشغول باشه. طبیعتش اینه. یک بار که یاد بگیرید چطور این تمرین رو انجام بدید، تمرکز روی دم و بازدم براتون آسان تر میشه. حالا فقط برگردید به توجه روی تنفس. حالا که به انتهای تمرین نزدیک میشیم، چشماتون رو همچنان بسته نگه دارید و انگشتای دست و پاتون رو خیلی آروم تکون بدید و توجه خودتون رو به جایی که هستید برگردونید. ببینید دارید چه حسی رو تجربه می‌کنید، مثبت یا منفی، خوب یا بد. فقط به اون توجه کنید.
وقتی به تمرینات ذهن آگاهی ادامه بدید، خواهید دید که به مرور رسیدن به سطح ذهن آگاهی و در لحظه بودن و درگیر افکار و احساسات نشدن راحت و راحت تر میشه. فقط باید یک بار اون رو تجربه کنید. مثل هر کار دیگه‌ای که نیاز به تمرین داره، ذهن آگاهی هم تمرین میخواد. این کافی نیست که درباره اون فقط بخونید یا فکر کنید. در واقع لازمه به طور منظم تمرین کنید. هرچه با جدیت به تمرین بپردازید، راحت تر به اون دست پیدا خواهید کرد. حالا چشماتون رو باز کنید. از اینکه تمرین روز اول حس خوب آرامش در 7 روز رو به پایان رسوندید، به شما تبریک میگم. فردا منتظرتون هستیم تا تمرین روز دوم رو با معرفی یک تکنیک تنفسی به نام توجه انجام بدیم. این تمرین ذهن شما رو به اکنون و اینجا برمیگردونه. زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراه شما. برای دسترسی به بیش از 200 فایل صوتی مدیتیشن فارسی، دوره‌های یوگا و پیلاتس و داستان‌هایی برای خواب خوب شب، اپلیکیشن آرامیا رو دانلود کنید.